سلام دوستای گلم، کلوچ کنجدی با بافتی نرم و لطیف، یکی از تنقلات سالم خونگی با آشپزی‌های معصومه رسونی. 2 تا تخم مرغ، 200 گرم، حدود 1 لیوان پودر شکر با همزن 3 تا 4 دقیقه خوب میزنیم. دورگیری میکنیم. وانیل 160 گرم، حدود 2/3 لیوان روغن مایع اضافه میکنیم. 1 دقیقه میزنیم. نصف قاشق چایخوری پودر هل هم اضافه میکنیم. 60 گرم، حدود 1/4 لیوان ماست رو بهش 8 گرم، حدود 1 قاشق غذاخوری بیکینگ پودر اضافه میکنیم و داخل موادمون میریزیم. 450 گرم، حدود 3 لیوان آرد سفید الک شده، نمک کم کم اضافه میکنیم. آرد زیادی هم به خمیر ندید، خمیر کمی چسبنده هستش. نیم ساعت توی فریزر استراحت قرار میدیم. بعد از استراحت به اندازه 1 قاشق غذاخوری از خمیر برمیداریم. من همه رو 60 گرمی جدا کردم. اگه خمیر چسبنده بود دستتون رو با روغن مایع چرب کنید. گرد میکنیم و توی دستمون کمی پهن میکنیم. بعد رویش رو توی کنجد میقلتونیم. با فاصله از هم توی سینی میچینیم. توی فرک از قبل گرم شده دمای 170 درجه حدود 20 دقیقه قرار میدیم. از دما کمی افتاد حتما توی ظرف دربسته بذارید تا خوش نشه. بافت حسابی نرم و لطیفی داره، طعم بسیار دلنشین که برای عصرونه و میانورده بی‌نظیره. نوش جان.